هیچ کس نمیدونست کتیبه بیستون زنده است تا اون شبی که پرهام وارد اونجا شد. صدای باد میان شکاف‌های کوی بیستون میپیچید مثل ناله‌ای از دل زمین. پرهام باستانشناس جوان برای پژوهش درباره کتیبه داریوش اومده بود. اما چیزی در شب اول آرامشش رو شکست. از دل تاریکی صدای زمزمی شنید، واژه‌ای به زبانی که نمیفهمید. با نور چراغ قوه‌اش روی سنگ‌ها تابون، اما هیچکی اونجا نبود. فقط سایه‌ای بلند درست پشت کتیبه برای لحظه‌ای تکون خورد. صبح روز بعد کارگران محلی از ادامه کار سرباز زدن. یکی گفت شب گذشته خواب زنی رو دیده که از سنگ بیرون اومده. پیرمردی از روستا گفت هر کی بعد از غروب به کوه بره دیگه بر نمیگرده. پرهام با خنده‌ای خوش جواب داد من دنبال حقیقت تاریخم، نه افسانه. اما همون شب دوم صدای نامعلوم از ضبط صدای او شنیده شد. صدایی که میگفت من جا موندم، هنوز در سنگم. پرهام تصور کرد صدای باد است و ادامه داد. در دل کوه شکافی باریک دید، انگار ورودی تونلی باستانی باشد. از دهان شکاف بوی خاک نم خورده و روغن سوخته می آمد. با احتیاط وارد شد. دیوارها با نقش‌های پوشیده شده بود که در هیچ کتابی ندیده بود. در میان خطوط چشم‌های انسانی عکس شده بود، زنده و نگاهگر. هرچی میدونست ممکن است خطای دید باشه، اما قلبش تون میزد. به نقطه‌ای رسید که هوای اطراف سرد شد، نفسش در مه گم شد. روی زمین نوشته‌ای به خط میخی دید: خون پادشاه تا ابد تو سنگ جاری است. چراغ قوه‌اش لرزید و خاموش شد. تاریکی مطلق. ناگهان نوری از پشت سرش تابید. وقتی برگشت، زنی بارداری سفید ایستاده بود. چهرهش سایه‌دار بود. گفت چرا مزاحم خواب جاودانه شدی؟ پرهام به عقب رفت، اما صداش تو گلو گیر کرد. زن نزدیکتر اومد. رداش روی زمین میلغزید بیان که قدم برداره. اون زمزمه کرد تو شبیه اوی داریوش. پرهام فریاد زد و از تونل فرار کرد. اما وقتی بیرون رسید همه چیز تغییر کرده بود. هیچ چادری، هیچ تجهیزات باستانشناسی نبود. کوه خاموش و عریان ایستاده بود. صدای خروس از دور می آمد، اما خورشید طلوع نمی کرد. انگار در زمان دیگر بود. از دور کاروانی با لباسهای باستانی نزدیک شد. مردی بلند قامت فریاد زد اون را بگیرید، جاسوس است. پرهام دوید، اما زمین نرم شد، مثل خاک تازه کنده شده. پاهاش فرو رفت، فریاد زد، اما صدایش پژواک نداشت. ناگهان همون زن ظاهر شد و گفت تو باید شاهد فرمان شوی. پرهام را به میان صخره‌ای کشان که مانند دروازه سنگی باز شود. درون آن تالاری پر از مشعل و نگاره بود. داریوش روی تخت سنگی نشسته بود. چشماش او را دید که گفتند تو از آینده‌ای، از سرزمین تاریکی. پرهام از ترس زانو زد. داریوش ادامه داد سرنوشت در بیستون نوشته شده و تو حامل آخرین سطر آنی. پرهام گفت من فقط پژوهشگرم، چیزی نمیدانم. ناگهان تالار شروع به لرزیدن کرد. زن سفیدپوش گفت اگر بازگردی باید عهد را ببندی. پرهام فریاد زد چه عهدی؟ گفت راز را فاش نکنی تا آخرین نفس. نوری درخشان همه جا را فرا گرفت. وقتی چشمانش رو باز کرد دوباره در اردوگاه خودش بود. همه چیز سر جاش بود، اما هوا سنگین‌تر شده بود. در دفترچه‌اش جمله‌ای به خطی ناآشنا نوشته شده بود: عهد بسته شد. پرهام گیج و هراسان به اطراف نگاه کرد. صدای ضبطش دوباره روشن شد. همون صدای زن که میگفت حالا تو نگهبان سنگی. روز بعد تصمیم گیره منطقه رو ترک کنه، اما راننده محلی گفت راه بسته است، سنگ ریزش شده. او شب را در چادر گذراند. نیمه شب صدای کوبش از سمت کوه آمد. از چادر بیرون رفت و دید نقش کتیبه درخشان شده. نور از حروف بیرون می آمد. به سمت کوه دوید بی اختیار. هر قدمش سنگین تر می شد. صدای زمزمه ها بازگشت. صدا واضح تر می گفتن پرهام، نام در سنگ نوشته شد. او بر زمین افتاد و با دستانش به صخره چسبید. دستانش سرد شد مثل سنگ. حس کرد پوستش سخت میشه. از ترس فریاد زد، اما صداش به سنگ چسبید. آخرین چیزی که دید بازتاب چهره خودش در سطح صیقلی صخره بود. اما اون چهره چشمای دیگر داشت، همون زن سفید پوش. صبح روز بعد کارگران برگشتن. اثری از پرهام نبود. فقط دفترچه‌ای روی زمین افتاده بود، بازمانده در همون صفحه. روی اون جمله تازه حک شده بود: من بخش از بیستون شدم. مأموران جستجو کردند ولی هیچ ردی نیافتند.
فقط یکی از کارگران گفت شب قبل صدای نفس کشیدن از دل کوه شنیده. از آن روز هیچ باستانشناسی جرأت نکرد اون تونل رو پیدا کنه. اما بعضی شبها وقتی باد از سمت کوه میوزه صدای زمزمی به گوش میرسه که من جا ماندم، هنوز در سنگم و هر کس نزدیک شود احساس میکند سنگ زیر پاش گرم است، گویی کسی از زیر زمین نفس میکشه. کتیبه داریوش هنوز همونجاست، اما در یکی از خطوط پایین‌تر حرفایی دیده میشه که هیچ مترجمی نتونسته بخونه. میگن اون خط جدید فقط شبها ظاهر میشه و هر بار که کسی نگاش میکنه ترتیب حروف عوض میشه. بعضیا باور دارن خودش مینویسه پرهام. نوشته های او سرنوشت کسانی را رقم میزنه که نزدیک کوه میشن. هر اسمی که روی سنگ نقش ببنده تا طلوع خورشید ناپدید میشه و سنگ کمی بزرگتر از قبل میشه. مثل اینکه روح تازه‌ای در اون زندانی شده باشه. امروز هم رهگذران از کنار کوه میگذرند و بیان که بدانن بیستون زنده است و در اعماقش پرهام هنوز زمزمه میکند که میگه راز را فاش نکن تا آخرین نفس.